خبرگزاری مستقل میدیازان نوار دوربین‌های نظارتی را به دست آورده است که چگونه کاروان ماشین‌های پلیس شب بعد از مرگ الکسی ناولنی از زندان بیرون می‌شوند. این نوار شب 16 به 17 فوریه در شاهراه ثبت شده است که شهر لبیتنانگی و سلیخرد را در سیبیر به هم می‌پیوندد. مخالف سرسخت حکومت روسیه در لبیتنانگ، شهری در حوزه مختار یامالو-ننیتس، زندانی بود. سلیخرد جایی است که گویا جسد ناولنی را در سردخانه آنجا نگه می‌دارند. الکسی ناولنی رهبر زندانی مخالفان حکومت روسیه به گفته مقامات این کشور روز 16 فوریه درگذشت. با وجود درخواست‌های به تکرار، جسد او را هنوز به پیوندانش ندادند.